تنگ است خدا کجا بشینم سر سنگا لب دریا بشینم سر سنگ Paskı mı söktü? Paskı mı söktü? İşte soktum Uçanaro, uçanaro! Uçanaro, uçanaro! Uçanaro! İşte soktum gene Uçanaro, uçanaro! 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 Evet, dakika bozuldu. Uçanaro, uçanaro! Uçanaro, uçanaro! Ha! Uçanaro! Balasın mı da? Paskı! Uçanaro, uçanaro! Kımı söktü? Ay, 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 uçanaro! Uçanaro! Uçanaro, uçanaro! سلام خیر خیریت بخیر چی کفایه جان شما جوره چی خبره سلامتی برو میگم جان من یک چیز از تو پرسان کنم لالا چی پرسان میکنی؟ همین خسوربری تو این کی هوشیار خواه شد وقت کی به گپ خو فهمید سر از قیامت تیز شه ای فتو والله چه که من فکر نمیکنم ای فتو که تو خودی میت مردم خیشی کردی ای فتو که خودی میت مردم سلام علیک کردی هر کسر که میبینه من به گوشی گپ میزنم بر رای میام بیا ما در پیش متر پس که بسختی باور به خدا کو خیال کردم بافتاد صفا از این حرام خود من میتونم فکر کردم که من چی بگم در گاله بریازی چی بگم همین جواب گپ پذی چیه که ما بریازی بگم من همین پرسان کنم که آیا کسی به می خانواده ازی پیدا نمیشه که این بفهمونه که 4 نفر صبح از تو راضی باشه بیتر یا از تو ناراض باشه بیتره من همین پرسان میکنم از شما که شما خود از اینجا چی رقم تیر میکنین که دوماد از اینی گپاتو خلاص شد گپام خلاص شد حالا ما مهم از شما پرسان کنم که شما دوماد هوشیارین شما بگین به ما چیکار کنیم به تمام منطقه دست دی تمام مردم دست دی بداد به تو گو پس که بسیختمید کوی تیار کردی خوبه اگه منطقه ضرر ممنونیت نکنه امیت دنیا شروع رو کرده مستر رادیو بی غوری اکثر امیت میگی امو اگه ساده هم نبود شما اور ساده تیار کردیم شما بازی گفتیم ساده کج را رفتی کج شیشتی چه کار کردی فلان کردی دیوال شکستونی در خراب کردی چه کار کردی فلان کردی حال اگه مو با حافظی همین تو جا مونده که ما ساده هم شرایط امینه مگه اگر خوب شد از خود میدونم اگر بد شد از مردم من به تو یک چیز بگم خب تو آدم شیار هم هستی هر خونه که یک ساده دش مگر خود از خونه خیشی نشه خیشی بشه ولی کسی هم کوشیار او تحت کنترل خو بگیره نه که او یله کنه و تمام منطقه که تمام مردم دست بداد باشه او دختر یک سادی او به خونه به نگاه داریم نقض داریم که بیروشه میگم او بچه نادون یک او به خونه نگاه داریم 42 سال سن از اونه میگم او کو پیار نداره خب نداره مادر کو داره نداره خب تام کو دوماد نی هوشیاری نی گوشون اگر بفهمم یعنی تو فکر میکنی این مشکلاتایی که او تعمیدی می انجام میده مردم از دست بعضا ما چیشم دید نداریم هیچ چی نمیبینیم بزو نمیگن که تو حالا به ما یاد میدی خوب هیچ چی لالا اعظم کوچی که میبینی و تیر میشه تو از او بر برو چرا به خاطر کو از اگه می که تو به حال قیامت چیزه بزنم بکشیم نه کوچه مور بفهمونه خب صحیح برو میفهمونیم برو اگر گپ تو بگید چرا شما مردم بعد شما میایه اگر من میت انسانی هم کمی تا آدم سادی و مردم دست بعضا به کسی دست مرار میاد پیش میاد ولی سادی مردم از دست بعضا ما چی خدمت کنیم او بفهمونه میگم نه نفهموندیم تا حالا نمیفهمم پای خود یعنی تو مطمئنی که نفهمونده اگر بفهموندیم چرا این کارو بکنه او روز دگه زده سر بچه همسایه شکستنده او روز دگه زده دست بچه همسایه شکستنده صحیح نورالله جان برو آرام صحیح همه مردم قدیم راست میگن که ای به خود آدم مثل خورجین دو پلگی خود آدم به پشت سر آدم معلوم نمیشه پیش رو مردم به پیش روه حالا تو هم به خود خصوصی نمیکنی گیلک یک سره میفهمی که خسور بری تو ماشون چکارک کرده فلانک کرده
زی کوچه نرو که خارو داره آی جان محبوب ببین مریم پیرم گلنارو داره کجی؟ بله از صبح تو با کدو قبرستون بودی؟ بابا به مو قبرستونی که همه مردایم بابا به مو قبرستون بودم نپرسیم بابا گردنم بند باشه نیه امی دل بندم پاک بافتاد برو زمین و دشتن چسب قطره زدم پرس بچسبوندم چه این تا دل بند تو افتاد چه کار شده بود؟ بابا ای میرفتیم رو بمسرا خب یک دم گلک تیر اسب عجل خوردی قیمه بند خود خوب جلوی ما گفت پاشو بسوختی یعنی هم که بابا ای گفت پاشو بسوختی امی قواد دست پام برد مرشلی زد بافتادم به تر گیلو بابا رفتم اختا خوی واس کردم بابا به سرا دگر اخبر کردم و خیستم بیامدم دیر شد بابا عمق در بوکس هم به سرکلی از این نزدم که می مغزا سر از این مثل پیاله بری بالا میده یعنی او خود از پشت دور به جلو تو این ها دار بابا میتونم مثل جندی بری پاشو بسوختی گفتم مرد پاشو بسوختی غلاق پاشو بسوختی سر تو پاشو بسوختی بخوره دل بند من بتر کنی خدا دل بند ترگی لگ بافت بدو یا غبی به خوبم بند نزای خوی همی تا دیونه چرا به کوچه مقدارم بیاید که خواهد به مردم جنجال درست کنه مشون بابا گردنم بند باشه می سرم غلول شد از بسی بابا بترسیدم این کرونه نداره این فهمیدی نداره خیر بفهمونم آخه چری تا میکنه به تا کوچه اگه گلک فهمیدی میدی شاید گلک سر صاحبی میدی چری گلک دیونه میشد چری ایت مغولیتی ها میکرد چری ایت شنبول غوزه رو یک شنبول غوزه به تعد من را منداخه حالا ما مگر همی کرون از این پیدا کنم مثل گوشی روا کنم خزاد همی تا به چای می بود یک موتر می بود تو میفتدی به زیر تایران موتر او وقت ما چه کار میکرد برو با تا گیلک دیگه همو تا چیزی هست دیگه تو برو به سرا رو من میرم بریم مثلا به بریم سرا میرم بله خیره دیگه میشه این کارا شدنیه دیگه گیلک تابیه دیگه چه کار کنیم پس که بسوختی پس که بسوختی پس که بسوختی پس که بسوختی گیلا ولی دیگه چی ها سر ماما تو خوب کارایی میکنی هر کس از کوچه تیر میشه میگی پس که بسوختی به چه مانه نازل شده ببردم به دکتر بردم گیلک دل ماه که بیخ کلوچو بگیرم همین تا بزنم که تا دل می یخشه چره چهره چی کار چیه بچه من دل بنده دیره تو امروز تو بکندی ما میگم من میگم این کی میگه ماما جان راقصه کنیم من دیشب به خونه ما اختلاط کردن گفتن که همین ما چون زمان قدیم میگفتن که انا پسخی بسوختی او بعد می آماده مثلا بچی ما به پیار ما به بچی ما میگه آخی بچی نادونیه از اون دیشب هم تو یک دفعه همیشه میکنه بعد 10 دقیقه همیشه اجار کد میکنه ما امروز گفتم بجون پسخی بسوختی خب امروز گفت آخه بچه خود بزی گپا نمیفهمد گیلک تو آدم کرونه تو چری تا میکنی بچه ها مردم را پس پسخی بسوختی چی بوده چی بوده تو گفتی چی بوده بابا جان این گپ قدیم بوده ضرب مسئله بوده که میگفتن پسخی بسوختی حالا تو بیامدی به تکو که مردم رای میدی آخه نه کوی کار تو آدم کرونه